به نام یاد خدا. سلام خدمت دکتر صاحب عزیز. خدا کنه که جور و آرام باشین. به یکی از دیگه درس شما را خوش آمدید میگم. درس گذشته بهتان تشریح کردیم که انتیاگونیزم چیست، ساینرژیزم چیست. حالا میایم سر از که اشکال دوایی یا اشکال دارویی چی است. اگرچه که در درس گذشته یک گذر یا مرور داشتیم برش، اما امشب براتون مکمل اشکال دارویی را براتون تشریح میکنیم که اشکال دارویی چی است، شامل کدام بخش ها میشه. اشکال دوایی عبارت از شکل‌های گوناگون جیره‌ای دارویی برای وارد کردن دوا به بدن بیمار یا به بدن مریض می باشه. شکل‌های دوایی به انواع و اقسام مختلف پیدا میشه یا به انواع مختلف در بازار دوافروش‌ها یا در بازار فارمسی پیدا میشه، به خاطر از اینکه دوا اشکال دارویی برای ساز کردیم که دوا داخل جبه نگهداری شد، بعد از اون بالای مریض تطبیق شود. اولین شکل دوایی که مخففاتش است یا مکملا نوشته میشه براتون یک مرور میکنیم. تابلت به اختصار TAB در نسخه ها نوشته میشه. کپسول به اختصار CAP نوشته میشه. امپول به اختصار AMP نوشته میشه. ویال مکمل نوشته میشه VIAL. ویال مکمل نوشته میشه. سیرم بعضی دکتر صاحب مخفف نوشته میکنن SER میزنن، بعضی دکتر مکمل سیرم نوشته میکنن. شربت SURP نوشته میشه. انشاقی یا انهلر یا دوایی که از طریق انف یا بینی وارد بدن میشه. پودر POW یا PO نوشته میکننش. قطره یا دراب DROP نوشته میکنن در نسخه یا هم در آردر که به مریض تطبیق میکنن. اسپری SPR نوشته میشه. لوشن LON نوشته میشه و سولوشن SOL نوشته میشه. حالا میایم سر از اینکه تابلت چی است. تابلت قرص های اشکال دارویی جامد است که از فشرده شدن گرده ها و ذرات کوچک به وجود میاد. تابلت یک دوای جامد است که از فشرده شدن یعنی فشار وارد کردن گرده ها یا خردریزک ها و یا هم به شکل پودر و یک شکل برش ایجاد میکنن یا نوع تابلت جور میشه یا تهیه میشه به اشکال کوچک یا ذرات کوچک میباشه که بعداً با فشار آوردن یا فشردن توسط ماشینالات به شکل دایروی، به شکل حلقوی، به شکل مکمل گل ساخت و ساز میشه. به طور مثال تابلت پاراستامول، تابلت بروفین، تابلت ازیترومایسین، این را میتونیم ما تابلت بگیم. کپسول چی است؟ کپسول کلمه کپسول در ادویه شناسی به دو مورد به کار میره. یعنی کلمه کپسول دو مورد است، دو نوع کپسول است. یک، غلاف حل شدنی معمولا از ژلاتین برای دربرگیری مقدار معین از دوا. غلاف یا حفره یا یک جایی که منفذ یا سوراخ داشته باشه. این تابلت پوشش از ژلاتین یک مواد است که اسید معده یا هر نوع اسید بالایش کار کرده یا تجزیه کرده نمیتونه در جایی که باید انتشار کنه یا در جایی که باید هضم شوه و قسمت انزایم میتونه یا خود به خود میتونه کپسول به حالت عادی از هم بپاشه و مواد خود داخل بدن منحل بسازه. کپسول غلاف حل شدنی به طور مثال کپسول های اموکسیسیلین اگر شکل شدید داخل شده باشه که داخل کپسول اموکسیسیلین پودر است، داخل داخل اون پوش ژلاتینی جابجا شده. دومش یکی از اشکال دارویی به صورت غلاف یا پوششی حل شدنی حاوی ماده دارویی. یکی از شکل‌های دارویی می باشه، یکی از شکل‌های دوایی میشه که به صورت غلاف یا مکمل یک شکل غلاف یا سوراخ شدگی یا مکمل پوششی می داشته باشه که برای دوایی که داخلش گنجانیده شده به کار میره. به طور مثال میتونیم گفته کپسول جنسنگ یا کپسول اویون یا ویتامین ای. این مکمل دوا داخلش غلاف شده یا داخلش جابجا شده، این به نام کپسول یاد میکنن. امپول چی است؟ امپول کپسول شیشه‌ای بدون منفذ عبارت از شکل زرقی دوا بوده، معمولا به دو شیوه داخل وریدی و عضلانی به بیمار تزریق می شود. کپسول یک شیشه بدون منفذ یعنی بدون سوراخ می باشد.
که یک شکل دوایی است که توسط از او میتونیم که دوا را به مریض از دو طریق، یا هم وریدی هم ازولونی تطبیق بسازیم. به طور مثال امپول دکلیفیناک، امپول پرگزیکم، امپول نیروبیون یا ویتامین B1 B6 B12 ایره به نام امپول برش میدن که در شکل دیگه امپول ویال مکمل برتان به تصویر نشان داده. ویال چیست؟ به ظروف شیشه‌ای کوچک گفته میشد که برای نگهداری دواها به صورت مایع یا پودر استفاده میشد. ویال یک ظرف شیشه‌ای است که به خاطر نگهداری دوا یا پودر باشه و یا هم امپول باشه یا مایع باشه میتونیم که ازش نگهداری کنیم. به طور مثال ویال سفتراکزون، خود سفتراکزون یا پودرش داخل یک جعبه است و در پولیش یک امپول یا آب مقطر داره که استریل نوشته است. این را میتونیم ویال بگیم، ویال هایدروکورتیزون. به امثال از این که میتونیم دیگه دوایی که به شکل ویال یا به شکل مایع است. به طور مثال میتونیم دیکادران هم ویال بگیم چرا که داخل جعبه مکمل پوشانیده شده. این را میتونیم ویال بگیم. این قسمت این امپول، این جعبه که میبینید سوانی شکل و یک نقطه داره که میتونید اون نقطه را از سرش برکنار کنید یا پوش از برکنار کنید. و این هم ویال که هم به شکل مایع است هم به شکل پودر. سیروپ یا شربت، به اصطلاح سیروپ چی میگن؟ شربت. در دواسازی به فراورده های مایع و تغلیظ شده یعنی غلیظ شده که حاوی شکر یا مواد جانشین شونده آن است گفته می شود. شربت ها بهترین فراورده های خوراکی بخصوص برای کودکان می باشد که بله آنها در مقایسه با تابلت و کپسول برای خردسالان آسان تر است. شربت یک ماده یا هم یک دوایی است که به شکل مایع غلظتش یعنی زیاد است، شیرین می باشه که جاگزین امو دوایی که داخلش است باید شود و به خاطر از اینکه کودکا بتونه خوبتر بلع کنه یا استفاده کنه نسبت به تابلت و کپسول بهتر است. شربت به طور مثال گفته میتونیم که شربت یا سیروپ بروفین، به طور مثال میتونیم که شربت های که مایع هستن یا شربت سیترالکا، کورکسیدی، شربت های ترکیبی که به خاطر ریزش زکام می باشه و امثال آنها میتونیم میره شربت برش بگوییم. سیروم چی است؟ سیروم مواد دارویی هستند که دارای ترکیبات متفاوت بوده و هر کدام از آنها برای مریضان خاص مورد استفاده قرار می گیرد. سیروم ها دارای ترکیبات امینو اسیدی، کربوهیدراتی، الکترولیت و غیره هستند. سیروم ها از 100 میلی لیتر شروع الا 1000 میلی لیتر می باشد. سیروم ها مواد یا دوایی هستند که در ترکیبای متفاوت میتونن که ساخت و ساز شوند یا تولید شوند و یا هم میتونن که در ترکیبای مختلف جابجا بشن. به طور مثال سیروم امینو اسید که به خاطر تقویه و کربوهیدرات که الکترولیتی می باشند یا سیروم های رنگر، سدیم کلراید مکس، سیروم فیزیولوژی، سیروم های گلوکوز، ایره به نام سیروم یاد میکننش. سیروم ها دارای اشکال یا میلی گرم های مختلف که از 100 میلی لیتر شروع الا 1000 میلی لیتر می باشد. انهلرشن چی است؟ انهلر چی است؟ به صورت انشاقی استفاده می شود اکثرا برای مریضانی که نفس تنگی دارند. انهلر یا دوایی که از طریق انف یا بینی یا دماغ وارد بدن میشه به کسایی تطبیق میشه که زیادتر در معرض نفس تنگی یا استما قرار دارن، مثلا O2 یا کربن دی اکساید درست خارج کردن اکسیژن درست گرفتن میتونن که از انهلر یا مواد انهلر استفاده کنن که این اشکال سیروم است که در تصویر خودتان میبینید و این هم اشکال انهلر است که سلبوتامول ترکیبش است یا خود سلبوتامول دوایش است به شکل انشاقی در آورده شده یا به شکل انشاقی تهیه شده. قسمت هفتم یا دوای هفتم یا شکل دوای هفتمش پودر است. به ادویه هایی که به شکل پودری باشد تعلق می گردد که آن را با علاوه نمودن آب مقطر استفاده می شود. پودر به انواع و اقسام مختلف ساخته شده. به طور مثال پودر سیکاترین که به خاطر
نیومایسین ترکیب شد، به خاطر نافهای طفلان میگیرن، به خاطر خشک کردن زخم میگیرن، یا پودر خود سفتراکزونه که همراه ما آب مقطر حل بسازی میشه ویال. ایره به نام پودر یاد میکنن که میشه با همراه آب مقطر هم استفاده شن. دراپ ادویه است که به شکل قطره بوده، از طریق گوش، دهن، چشم و بینی تطبیق میگیرد. دراپ یا قطره به شکل قطره یا قطره چکان به اصطلاح که از طریق گوش، دهن، چشم و بینی داخل بدن میگرده. اسپری ادویه هایی که شکل اسپری به صورت موضوعی استفاده شد اکثرا برای استفاده خارجی و بهیس کننده به کار گرفته. اسپری ها اکثرا به صورت موضوعی یا تاپیکال استفاده میشن یا خارجی. به طور مثال اسپری دیکلوفیناک یا لیدوکاین یا کرختی دندان که برش بعض مریضا استفاده میکنن، یا بعض دکتر صاحبا به خاطر کرختی دندان استفاده میکنن. اسپری لیدوکاین که به خاطر کرختی یا به ساختن موضوعی می باشه. از دیکلوفیناک هم خودش اسپری است و انواع اقسام مختلف اسپری ها موجود می باشه. لوشن چی است؟ مایاتی که برای شستشوی زخم‌های بیرونی استفاده شد. مایاتی که برای شستشوی زخم، فرض مثال لوشن لیدوکاین، لوشن یا خود که سیرم ما میتونیم لوشن برش بگوییم که میتونه که به زخم‌ها شستشو شود، سیرم نارمسلینه، یا لوشن های پایدین.